هر طرف هر طرف خب که این میخوام ببینیم کلا میفته دیگه اصلا میبینی مثل ساختمون میمونه که اون اسکلت که باید فشار بار ساختمون روش باشه ضعیفه، از بین رفته. این شما اینجوریه، یعنی اصلا اسکلت استخوان گوژوفیش رو باید بازسازی کنیم. دقیقاً اصلش اینه که فونداسیون رو بازسازی کنیم که این پوستی که روش قرار میگیره ظاهر خوب و جذابی پیدا میشه. که میخوام ببینیم کلا میفته دیگه اصلا باید دستم اینو جک بذارم زیر بینیم تا بتونم یه کوچولو نفس بکشم یا نوکشو باید اینطوری کنم تا بتونم نفس بکشم. در حالت عادی ببینیم کاملا کی نفس هم میکشیم پرده ها میخوابه. بله. گفتم شما تو ایران نه تو دنیا بی‌نظیرید. خدا بدون اغراق میگم.